костюму бурукша мебини, бурутоша мебини, меги кадом министрай. Яки кисташ ягом дирам пул надора. бахшиш барои ҳар як сония ва ҳар як дақиқа ва ҳар як соати дер кардагим замаҷон. همین حال بیپل همون دیگه کی در کاره؟ چون که میگویند در هر یک کار حکمتی هست. البته نگاه حکمتی دارد این کار. дар нақшҳо тӯҳфанисо ғуломова, раҷабалӣ ибронӣ, манзура саидова, далер мирхонов, муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ, наворбардор шаҳзод ҷабборов. ساعت 12 شد مردک کجا شدم باز با همه کار و همه احوال کی بس میکنم Абонент занят. Привет. میبینم میکشم Абонент занят. چیکار کنم اومدی مردک آمدم سلام. سلام چوکه دیر اومدین ساعت 3 شد дер омадам. занак бахшиш зиёд барои дер кардан, бахшиш барои напарсидан, бахшиш ки ма напарсидем ки хати рафиқом имшаб шабнишинӣ дорем, якҷо бояд маслиҳат кунем, маслиҳати дӯстона. бахшиш барои ҳар як сония ва ҳар як дақиқа ва ҳар як соати дер кардагим замаҷон. айс пас на кӯшиш мекунем ки айту набапарсам, кӯшиш мекунем ки беиҷозата ягон ҷо нарам. эй карта мардо, ман бояд ати ҳисобот бутам. نه مردک آخه دیر کردین زنگ زدم تلفن کشتین خاطر شدم اقلا خبر میدادین ай телефони май бихоҳам телефонта мебардорам ҷавоб метам, бихоҳам намебардорам, бихоҳам мекушамаш. мо буфора медонем чӣ кор мекунем, 4 лит мекунам. ин кори май фаҳмидӣ? барои ҳамин мара хеле нагӯ ки ту дер кардӣ, дер омадӣ. ман ҳама чиро муайё кардам, ҳама чӣ мераса, хона дорӣ, дар дорӣ, тамоми чиз дорӣ. тамом. مایلش خواب عصبی نشین شما گذاریشنین گوشنین سیرین بیر ман ҳам қасери ҳастам ки дувақти ягон чӣ намепурдам. ман меутурам мебинам иштиём мегирезем. شد سیرین بکشم و تلویزیون تا مرا غمگین مشغول در جیگرانی، این روز میروم به من بمانی، تو به من جان شیرین خار گردی لیلا، من هر یک تار مویم زار گردی لیلا. انتظار میشه میام پیشت. آه مردک کجا میری من صبحانه تیار کردم گویا که یکشون برای مرا میبینی زنه کار رویمه آدم. کار میرم کجا میرم؟ آخه میدونم کار میروین که نال ساعت 6 9 7 شده است شما ساعت 8 کار میرفتین امروز سحر میگه آدم وقتی که بر وقت خیزه کار بوده با فیض برکتش دیگه. برای من ساعت 6 دقیقه کار رفتستم که مقصد کارم دا برار شوه. یکون چی نمیخوره؟
جون که خودت بخواه آشچا با اشتیا من میرم کرده بجا خطی بچه هم Mayli Mardak can, یک دقیقه. محل Mardak can, بگه کار که اومدین میارین بگه خونمون اچم شما اکم شما میاید. آخی زود روزی من کو؟ اوچه چون میرن خونه میرن زود روز داری امروز خیلی مبارک شود رمون. خداوندم رید روز تا تنیسیت تا دلی بیغم وقتی خش همیشه موفق باشی کامیاب باشی و یکی کم مرا بپرسی که کی اومای دیر اومای کجا بودی خواتیر شیدم فهمیدی خداوندم رید روز بدم رید روزی بیغم مورا غم نتی چنیو چکا کنم میورا کار که اومدین بیارین. من کار اومدم بیارم ها با چکا کنم اگه سپرشی دیگه هسته نی نداری اگه سپرشی دیگه همه میره بخرم ها تو خودت نه از میدونی که من هر وقتی که معاش میگیرم پولت میتم که دیگه مرا فرمایش نتی دیگه ما دست پیسکه نتی که من تو در هرچی بخرم بیارم خواه پول داری چیزی که در کارتای برای بخر بگی بیا فهمیدی؟ چیزی در کارتای برای بخر بگی بیا ما 1000 کار بار داریم ممکن که من امشب ساعت 2 بیام ممکن که 3 روز نیام یک بار دیگه مبارک شوم زود روزت 500 ساله شوی خوش آمدین اوچه جان. شوهرت کنم کار دن اوچه جان. خیلی نخوادی که در همین روزی زود روز هم کار باشه خیلی روزی زود روزی تو یه روز کار نمیرفت هیچ گپ نمیشد دیگه میگه همه کار در همین سر شوهری تو موندن یک روز نروه دیگه تمام همه کارا مختم میشه خیلی یه روز هم مثل تو زود روز داری تو خرسان میکرد میاین. هیچی تیاری ندیدی یک طور خوردی چی نخریده این چی گپه چه زود روزه این خرچه جان یکون کار داشته اگه سخوید دیگه پشتی میگیرن تمام همین مردک باید پشتی مردک گیره خیلی همین زمان کم حق دور از این روزی زود روزی زنش هم یه روز در خونه نمیشه که تمام هیچی گپ نمیشه دیگه همه کارگاری دیگه می تمام میکار با همین از نیت مونده دیگه عصبی نشوین اوچه جان گیرین. دمتون نشوین. شوهر دی خلاص میشی که بلا خلاص میشی خیلی زیبه اگه خرید پرید که بیا که بگه خواهرات با می بیاین اولی چی بیارم؟ خر بیا تورت بیا گوشت پوشت همه چه خرید کن گیر بیا ما پدرکای میخواستم گیرتم سپچکه مرش همین قسالا شوی تو کار میکنه همو چیزی که عروسیت گرفتیم همو چی ایستاده هیچ دیگر نشده کاستیمو بروکش هم میبینی بروتاش هم میبینی میگی کدام مینیستره یکی کستاش اگام دیرم پول نداره گفتم همین دفتر شومیتی خلاص میشه که بلا با همین دردی سری خودت میشه کاش که شون نمیدادم این اول ماده معقول نبودو همین خودتا گیرمی اوتتا که چقرتر رود بچه زوره معلومه که آدمگری داره خاک داره آدمگری الو ها این همین چرا صدبرگ راست اومدم این همین چی یوری تجلیس کاری ها یکم بینا دویم بینا چی مغازه چی صف ها این آخی خودش این از صف 15 ها این 15 فویز این 30 فویز داشته چی درم بدرم این آواز ایدر اومده
درمو بچه اینا بینه این تماما برای تورسیا بوده یو وانجوان بوده من گشتم در اون مگزین خطی شدی کار کده این مگزین نبینه خوبه همین شدی با نده درک همجا نمه با بخیلیم نکنن خدا اینا بینه بچه این صفت بینه خوب شد که همین رجب علی ابرانی در ماشینش آورد مگر با هم تنگل می اومدم دیر میکردم بچه این مردم ها بگیم وقت خدا همه میویه اونجا دا 15 فویز 30 فویز خدا اینه بینی بچه این زمستون من فکر زمستونی سخت میاد چی اینه بینی چه بلند داری بچه اینه بینی اینه بینی صفت بینی در نام مدبم برم خدا این زمستون 10 چمک زرونه گپ ندارم که مغازه چی رنگی ما نبوده زور بوده اینه که اینه بینی انا صفت امر جنگ نکرده اگر چه زندگی بگو اینه ایره بینی اینه برای کورابی زمستون نزور های ایره میگیرم خود اینه جا تگش محقول بود انا هر جورا وقت دیگه شده کنسی بروک هایو دنبور اومده این همی بده ها خوبه بروک یا 3 دانش میگیرم 3 دانش میگیرم این سال جانم ندم ها اکا کجا میره؟ کجا اکا میره؟ پیشی کی سعودیدار؟ این ایجا ده اکا کسامو کسا اوجا ده؟ کره اکا رو کم اکنه ما جو مکنه خیلی نمی خوزی اینا دودار کوی صبح کن گیره اکا چی خواهی گرفته یک کاروبکا ده اکا میگیره میره یک جو بجا شون مکنه یو کاروبکا دارم؟ اکا جانم ایچی دارم کاروبکا دارم اون بیابون کاروبکا نکن ای کاروبکاش نکای داری کسا میکنه فهمو میبخشی هیچ کنم خیلی من همی سراسی من اومدم خری با تنگیم بیام همی کیه که رجب علی ابراهیم نمیشناسی همون یک کرا دید گفت اکا ببرمت گفتم با تنگیم میره گفت میبرمت آوردم بچه خیلی یک گوش که این همینجا 15 با 30 فویز نیسته که خیلی چخیلی اکا 15 فویز اکا با خاطرش ما 30 فویز اکا سکتیم 30 فویز این همی اکا 500 سمش چند سو میشه با اینا اکا جان 619 سومون است که کشقه 400 تومان میشه بابا چه یکی زور این همی خطاگه خدا نشونات اون گزالت هم بزنی آدم با خیرم مردم کوچه عینی بینوی 46 مغازه صف با تنگه نه با تاکسی بیایه همی 15 30 فویزش کو هم پولی تاکسی را میبره هم چای پولی تونه ای عکس یک کفون نمونه دوه نوخی تستر بدوه نه گوش که خیلی مرا همه چیزی باشه همه تلفن دا بگو حل میکنیم خیلی برادر جان کار تلفنی نیست پیش صحبت کنیم خوبترش آخی جورا جان حال این همه یک کار دارم این حال برآمدن رفتنم در کاره بعد همه چیزی باشه گفتم بگید همه بگو همه شید میگم میشه نشید آخی هیچ گپ نه اکای دلیر جان من 5 دقیقه وقت میگیرم زیاد وقت نمیگیرم التماس پیش صحبت کنیم کاری مهمه اکا نباشه گوش که بازی من نه تگ خونه دم اومدگیم اما ماشینم گرم کردگی نیستم اینا تو ماشین گرم کردن ما بخیر بیا صبح بله این باور کن یک سلام علیکم چیزا جوش خبر نمیدونم سلام علیکم سلام علیکم چی رجب علی جان ساستیش اومدی بیرا چی داری اکا میشه شکر نه ماشین اکی گرم کردم گفتم میرم این کدوم رسید از همین اوینش گودکوی وایده بیسر چه دیگه چیکار کردی که قبلا راستی گه بکر که گفتم پیش صحبت کنیم سبب همی که دینا
یک صدمه در دوچار شدیم یک صدمه سب کرده همین یک ماشین زدیم یک 10-15 هزار تومان واری ضرر رسونده این بچه احتیاط شده بخواه خیلی زیب بخواه یمی راه بلده ماشین بسیار احتیاط شده خلاصه با همین خاطر پیش خدمت آمدم که همه در دوستای نزدیک برادرای نزدیک شمای وابسته به امکانیت 5000 10,000 میدوشین قرض میدادین من همین یک ماه 2 ماه ده حتما پول کنم میگردونم میدونی چی رجب علی نمی سهر گفتیم که همین زنگت میزنه و اخیرت پول میپرسم برای که این ای حجت های ماشین تمام شده اگه کدام یک دیده مشکلات دیگه داشتیم از 3-4 سمود رسپوت کردیم ولی با خانه دا همین مشکلات های زندگی باور کنی توقعت کردیم هر چی گفته استن این ای خانه دا این نمیرسه اون نمیرسه برای هم پول نیست اگه گفتیم یک 3-4 سم خودت بگیریم که این با خودت پیش ما اومده بقرض حیرانم دیگه چیکار کنیم بخدا برای همین بخشش خجورم قبول کنیم کنیم من بچه هیچ گرم نداره میفهم نه من هیچ گرم خوبه که خداوند گرم محلش گرم نیسته های بیر خونه بیر مالی ما دیگه من خب این با میرسیم سلام علیکم شدی سازی اکا خوبی سلامت اخبار اکا ما این مسئله رسران ندیدیم اخی همه تشکیلی رو جا ستویزه کدگیم تا شیری مرغ هست نمیریم خیلی اخی اکا جا گوش که شدی جان من هم یه ساعتی شما را انتظارم همه جمع شدگی او ما هم یه ساعتی شما را منتظرم رفتیم خیلی اومدیم اخی اکا رفتن دا میریم همین اکا را جوالی 1 ساعت از انزیس هم نورداشتی سا چی خیلیش میکنیم اکای را جبل ده چکو میکنی اون همین روز اومده منم میگه کی من صدمه کردم من در پول در کوره خب پل خرزم به تی خیلی که یا جون همون را درد سر کجا میبره اکای را جبل ده یه وقتی برگی در کسیش پل بجوغی همین حالی بی پل همون دیگه کی در کوره حالی میره وقتی با پرداختی همون اوشخونه دا بود پل ندارم با دوستاش هم تری کدگی برای همون بیاگوش که خپ دم میزنه میریم خیلی توکلش با خدا چیزی باشه نباشه بیا بریم که من مود هم کش نگیده رفتیم سلام مردک سلام مرک چای بیارم مالی ساعتم میکنی ای خدا لبه سلام علیکم سلام علیکم ای بچه تو کجا شدی ماشین از تو خونه آوردی گرفتی چا کردی ای بچه نه اکا ما ماشین شما را اکا استود است کردم راستی پول کوبی اومدم همه یاد رفیق ما پرسیدم نداشته دستم انشالله حرکت میکنم همه یاد روزا در اکا گفتم که 2-3 روزه انشالله که حل میکنیم من نمیدونم من کجا میبینم یا کاراش کارا بود که گاه میدونیم با فکر بخنه نکنی که من پاسپورت تو را صورت گرفتگی اکا جان باز این دور زمان گریختن دور زمانی نیست که چیزی که از ضرر برسونی جبران نکنی اکا من گفتم که اکا چی ضرره که اجانی برستگی اکا حتما جبران میکنم فقط اکا خویش 2-3 روز اکا جان مرا مهلت بده که ما همین کار اکا حل کنم فهمیدم نصیحت دینا بس کنیم رای از کار شما پولا بیا و ماشین اصلا کنیم نه شک خوب چیگاه مردک کنسترین تو نیست همه خوبه زنگه اون کامدی نیست من شما رو میشناسم که چیگاه پیش دگی چیگاه گفتستم که همه خوبه یگون چی نیست هم ترک سرم درد نه مردک گپ زنی من گوش میکنم نسترین تو نیست میدونی زنک
دینا من خونه اومده نتونستم. راستی گپ صدمه کردم. چی؟ خوبین دختون. خدا را شکر که خوبم. یگان آدم ضرر دیدگی نیسته. نه خودم نه یگان رفیقم. اون من یگان که ضرر دیدگی نیسته. فقط ماشین رو ضرر دیدگی هم. صدمه هم به عیبی مرشید. من ماشین یک نفر دیگه ده رهش ده برامدم زدم. یک 10-15 هزار تومانی خراجات داره. فقط ماشین همون نفر. زیغ نشوین مردک. چون که میگویند در هر یک کار حکمتی هست. البته نگاه حکمتی دارد این کار. یک دقیقه حاضر. ششتی مردک. روزم. زیغ نشوین مردک. همش خوب می شود. زنک زیغ نوشیده نمیشه با. این پیشترک سویبی هم ماشین زند. 2-3 روز مهلت میگه. 2-3 روز میگه اگر ضرر دودک تجربه کنی ماشین تعمیر کنی برقرار کنی خوب. تعمیر کنی نکنی میرم ای بلوت عریضه میکنم میگه. راستی که نمیدونم حیران موندم زنک. مردک جان بگه اکام شما چم شما آمدن برای زادروزم همین گردن بند را توفه کردن. میدونم پره قرض شما رو داده نمی شود ولی اگر فروش 10,000 سوم می شود اقلا 50% قرضتون رو می دهید. گیرید مردک. نه زنک من حرکت میکنم. من مردم مشکلی خودم حل میکنم. مشکلی شما مشکلی من است مردک. وقتی در یک جا زندگی میکنیم من و تو نیموییم. غم شما غم من، شادی شما شادی من است. گیرید مردک جان نمیخوام که ناراحت باشین. ناراحتی شما ناراحتی من است. میدونی زنک جان من همه وقت رفیق میگفتم دوست میگفتم برادر جوره میگفتم. یکی امروز فهمیدم که در این لحظه پستی بهترین رفیقی من، بهترین دوستی من، بهترین نفری که همه وقت در پستی و بلندی زندگی در بری من ایشون زنک. میدونی زنک جان من خداوند هزاران بار شکرانه میکنم. من خوشبخت‌ترین مردی دنیایم که و مثل تو زن مهربان و غمخوار با صبر در برام دارم. رجب علی ایبرانی